تا حالا فکر می‌کردی کپچا فقط دلیل تشخیص انسان از ربات هاست؟ توی کمتر از 2 دقیقه قرار این تکنولوژی رو با هم دیگه درست‌تر بفهمیم. کپچا یه تست امنیتیه که اواخر دهه 90 میلادی ابداع شد. حالا مخففش چیه؟ آماده ای؟ Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. یعنی تورینگ تست خودکار برای تشخیص انسان از کامپیوتر. کپچا به وجود اومد تا جلوی اسپم، ثبت نام‌های بی‌رویه و برداشت خودکار اطلاعات از سایت‌ها رو بگیره. خیلی‌ها فکر می‌کنن که گوگل کپچا رو ساخته، اما نه. کپچا نسخه‌های مختلفی داشت تا اینکه یه نسخه مهم به وجود اومد به نام ریکپچا که گوگل سال 2009 اون رو خرید و توسعه داد. حالا بریم سراغ 2 تا سوال اصلی. سوال اول، کپچا چطور کار می‌کنه؟ نسخه‌های اولیه کپچا از متن‌های به هم ریخته استفاده می‌کردن. چیزی که انسان میتونست بخونه ولی ربات‌ها توش گیر می‌کردن. با معرفی ریکپچا همین منطق حفظ شد ولی داده‌ها واقعی‌تر شدن. اول کلمات ناواضح اسکن شده نشون میداد مثل این. بعدم رسیدیم به تصاویری مثل این. الانم که دیگه حتی لازم نیست چیزی انتخاب بکنی. ریکپچا به رفتار تو نگاه میکنه. حرکت موس، الگوی کلیک، ریتم تعاملت با صفحه، همه اینها با هم ترکیب میشن و یه امتیاز احتمالاتی میسازن که تصمیم میگیره انسانی یا ربات. اگه تا اینجا برات شفافه، بریم سراغ سوال مهمتر. سوال دوم، کپچا برای چی استفاده میشه؟ گفتیم کپچا برای امنیت بود. اما با ریکپچا یه استفاده دوم اضافه شد. اینا گفتن حالا که کاربر داره این تست رو میگذرونه و این همه داده داوطلبانه در اختیار ما میذاره، بیاد یه جوری از این داده ها استفاده کنیم. اون مدل کلمات ناواضحی که گفتیم در واقع کلمات ناخوانای کتاب‌ها و روزنامه‌های قدیمی بودن که اسکن شده بودن و گوگل می‌خواست اونها رو دیجیتالی بکنه و به آرشیو خودش اضافه بکنه. کاملا مجانی ما این کارو براشون انجام دادیم. بعد این کلمات نوبت رسید به تصاویر واقعی از خیابون‌ها و اشیا. اینجا عملا من و شما مثل یه تحلیلگر داده داشتیم عکس‌ها رو برچسب می‌زدیم و به بهتر شدن هوش مصنوعی و نقشه‌های گوگل کمک می‌کردیم. بازم کاملا مجانی. شرکتایی مثل گوگل معمولا به ما انسان‌ها سخت‌ترین و مبهم‌ترین موردها رو میدن که حل کنیم و هر چقدر که جلوتر میریم همین جواب‌های درست ما از نظر آماری باعث میشه که گوگل بفهمه ما انسان‌ها بهتر شدیم. پس اون باید توی مدل‌های جدید خودش پیچیده‌تر بشه. و این دلیل تغییر هر چند وقت یه بار این تست هاست. ببین یه 20 سالی هست تقریبا داریم این کار رو انجام میدیم و از این تکنولوژی استفاده می‌کنیم. امیدوارم الان بعد این 2 دقیقه کمی بهتر فهمیده باشیمش. بفرستش برای بقیه دوستات که این سوال ساده رو تو ذهنشون بهش پاسخ بده. ایزوتوپ رو هم فالو بکنید. دم شما گرم.